السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته و مغفرته. امروز درباره طهارت که یکی از رکنهای اسلام است ان شاء الله یک جای صحبت میکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتند که ثوابش چخیلی که جهاد ثواب میگیری در جهاد همه خیل ثواب میگیری. همه وقت پای به طهارت بدن. طهارت و پاکی بزرگترین چیزی که مؤمن بعد از توحید به دست می آورد پاکی و طهارت است. به همین سبب الله آن را دوست می دارد. الله متعال می فرماید بیشک الله توبه کنندگان و پاکان را دوست می دارد. سوره بقره آیت 222. و رسول الله درود و سلام الله بر او باد می فرماید پاکی نصف ایمان است. روایت مسلم انشاءالله. پس پاکی نصفی از ایمان است، زیرا آن یکی از مهمترین انواع ایمان بوده و الله تمام انواع پاکی و طهارت را دوست می دارد. طهارت معنوی که منظور از پاکی نفس از آثار گناه و نافرمانی و شرک به الله است که با توبه راستین و صادق و پاک ساختن قلب از پلیدی های شرک، شک، حسد، کینه، فریب و تکبر حاصل می شود و این پاکسازی حاصل نمی شود مگر اینکه اعمال خود را با اخلاص درست برای الله و دوست داشتن نیکی و خوبی و بردباری و فروتنی و راستی انجام بدهد. طهارت حسی که منظور از آن بی‌طرف کردن آن نوع پلیدی است که سبب بی‌طهارتی و ناپاکی می شود. بی‌طرف کردن چیزهای ناپاک این با برطرف کردن چیزهای پلید به واسطه آب پاک از لباس، بدن، مکان و آنچه در حکم مکان صورت میگیرد. برطرف کردن ناپاکی منظور از آن وضو، غسل و تیمم برای نماز یا قرائت یا طواف بیت الله یا یاد و ذکر الله متعال و غیره می باشد. رسول الله درود و سلام الله بر او باد می فرماید پاکی نصف از ایمان است. روایت مسلم. نماز توحید الله متعال در نماز آشکار می شود و آن رابطه بین بنده با پروردگارش است که در آن فروتنی و خاکساری خود را برای پروردگارش اعلان می کند و این بزرگترین رکن اسلام بعد از گواهی توحید و نبوت محمد است و آن عماد و ستون دین و نور یقین است که نفس از آن پاک و معطر شده و سینه گشایش می‌یابد و قلب آرام می‌گیرد. آن مانع برای کارهای زشت و منکرات است و سبب برای از بین رفتن گناهان و بدیهاست. نماز عبارت است از اعمال خاص در اوقات خاص که با تکبیر آغاز و به سلام خاتمه می‌یابد. تکرار کننده نماز و منکر آن تکذیب کننده الله و رسول و منکر قرآن است. این با اصل ایمان
در تضاد می باشد، اما کسی که وجود آن را می داند و به سبب تنبلی و کسالت آن را ترک می کند، او خود را در معذره خطری بزرگ و هشداری هولناک قرار داده است. رسول الله درود و سلام الله بر او باد می فرماید: فاصله بین انسان و کفر و شرک ترک نماز است. روایت از مسلم. و بعضی گفتند آن کفر است، اما کفر بزرگ نیست، بلکه به هر حال ترک نماز یا کفر است یا فرد از آیین اسلام بیرون میکند و یا اینکه از گناهان بزرگ و از بزرگترین مهلکات است. نماز آثار بزرگ بوده بسیار بزرگی دارد و از آن جمله رسول الله درود و سلام الله بر او باد می فرماید: نماز نور است. روایت از برحقی است. از فحشا و منکر و کارهای زشت باز می دارد. الله متعال می فرماید: ای محمد، بخوان آنچه به تو از کتاب آسمانی وحی شده است و نماز را بر پای دار، زیرا نماز از کارهای ناپسند و ناشایسته باز می دارد و بیشک ذکر الله بزرگ است و الله آنچه را می کند انشاءالله می داند. سوره عنکبوت آیت 45. نماز بهترین اعمال بعد از شهادتین است، بنا به حدیث عبدالله بن مسعود الله از او راضی باد که می فرمود: از رسول الله درود سلام الله بر او باد پرسیدم: کدام عمل بهتر است؟ فرمود: نماز در وقتش. سپس پرسیدم: بعد از آن کدام است؟ فرمود: نیکی به پدر و مادر. فرمود: سپس پرسیدم: بعد از آن کدام؟ گفت: جهاد در راه الله. روایت از مسلم. نماز بهترین اعمال است که بنده را به الله نزدیک می کند. نماز گناهان را می شوید، بنا به حدیث جابر الله از او راضی باد که می گوید: رسول الله درود و سلام الله بر او باد می فرماید: مثال نمازهای پنجگانه مانند یک رود روان پر از آب در خانه یکی از شما است که روز 5 بار در آن جان می شوید. روایت از مسلم است. نماز در دنیا و در آخرت نور برای صاحبش است. رسول الله درود و سلام الله بر او باد در باره نماز می فرماید: هر کسی که بر نماز پایبند می باشد برای او نور، برهان، دلیل و سبب نجات و رهایی او در روز قیامت می شود و هر کس که بر آن پایبند نباشد او را نور، برهان و نجات نخواهد بود و در روز آخرت همراه قارون، فرعون، هامان و عبید بنت خلیف خواهد بود. روایت از احمد است. از رسول الله درود و سلام الله بر او باد می فرماید: نماز نور است. روایت از بیهقی است. الله به واسطه نماز درجه و مقام فرد را بالا می برد و اشتباهات و کارها را، خطاها را از بین می برد. به دلیل حدیث ثوبان مولای رسول الله درود و سلام الله بر او باد که رسول الله بر او گفت: سجده فراوان بر خود
لازم دار، زیرا تو هیچ سجده بجا نمی آری مگر اینکه الله به آن درجه تو را بالا برده و گناه تو را از بین می برد. روایت مسلم. намоз аз бузургтарин асбоби вуҷуд ба биҳишт ва ҳамроҳӣ бо расули аллоҳ ба далели ҳадиси рабиа бин каъби асламӣ аллоҳ аз ӯ розӣ бод ки мефармуд: ман шабро назди расули аллоҳ дуруду саломи аллоҳ бар ӯ бод гузаронидам. пас ба оби вузӯ ва чизҳои мавриди ниёзи ӯро фароҳам кардам. пас ба ман гуфт: чизе дархост кун. гуфтам: дархости ман ҳамроҳии шумо дар биҳишт аст. фармуд: чизи дигаре бихоҳ. ман гуфтам: ман ҳаминро мехоҳам. фармуд: пас маро бо саҷдаи фаровон ёрӣ кун. ривоят аз муслим. намоз робитаи байни парвардигори тавоно ва бандаи нотавон аст, то бандаи нотавон бо тавони парвардигори қудратманд қавӣ ва тавоно шуда ва қалби ӯ ба аллоҳ муртабиат гардад. ва ин аз муҳимтарин аҳдофи намоз аст. аллоҳи мутаол мефармояд: ва барои ёд кардани ман намоз барпо кун. сураи тоҳо ояти 14. иншоаллоҳ бо дар оянда давом метиҳем. дар канал даромада обуна шавед. иншоаллоҳ аз видеоҳое ки пешин мо ҳамроҳи шумо гузарондем дар канал ҳаст. иншоаллоҳ дуроед, тамошо кунед ва каме ҳам бошад фоида барои ҳам и дунё ва ҳам барои охирататон мешавад. салаллоҳу таъала ва саллама ала хайри халқиҳи муҳаммадин ва олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин. омин ва раббул оламин бирахматиҳи